تست دوربین گرفتم. همه آهسته ها، همه دوستایی که توی اینستاگرام میگفتن ویدیو چقدر تنده. همین با ویدیوی کند تو این ویدیو میخوام بهتون بگم چجوری حاله درست کنیم. حاله‌ای که حاله های رنگی، حاله با رنگ های مختلف، حاله ها. بریم دنبال آموزش. خب اولین کاری که میکنید میایین توی اینستاگرام. چرا اینستاگرام؟ چون جاییه که میتونید ساده رنگ درست کنید برای حاله‌ای که قرار بیاد زیر ویدیوهاتون. برید توی قسمت استوری اینستاگرام، دستتون رو هر رنگی که دلتون میخواد نگه دارین، اونو استوریتون رو اون رنگی کنید، بعد اون عکس رو سیو کنید. خیلی مراقب عکس باشید. بعد از اینکه اون عکس رو سیو کردید، میاد داخل کپکات ویدیوتون رو وارد میکنید داخل کپکات. بعدش اون عکس رو از قسمت اد اوورلی، اون پایین گوشه مربع یا علاوه هم داخلشه، اونو میذارین، عکستون رو وارد میکنید. اینجوری سایزشو تنظیم میکنید. بعد از اون یه قسمت ماسک داره. ماسک یعنی چی؟ ماسک یعنی که آقا از این تصویر اینجاشو من میخوام، اینجاشو نمیخوام. پس ماسک دومی رو انتخاب. یه خط داره بهتون میگه از کدوم قسمت تا کدوم قسمت رو میخواید. یه دوره 300 یه دوره 180 درجه‌ای میزنین. یه بیلبیلک داره، بیلبیلک رو بکشین بالا، اینو محوش میکنه. پس یعنی حاله دارید. حالا به هر رنگی که بخواید میتونید حاله رو درست کنید دیگه. فکر کنم چیزی دیگه مونده باشه. مرسی از اینکه اومدید توی یوتیوب کانال سابسکرایب کنید، لایک کنید، زل بغلش رو برید توی اینستاگرام شیر کنید، بعد دوستاتون بفرستید. از این کارا نمیخواد بکنید. فقط مرسی که اومدید توی یوتیوب. یه بک‌گراند خفن درست کردید. اولین کسایی که توی یوتیوب میان این بک‌گراند رو ببینن، نظرتون رو برام بنویسین. هر ویدیویی که دلتون میخواد داشته باشیم آموزشیشو، فقط کافیه توی اینستاگرام برام بفرستین، منم ویدیوشو درست کنم و براتون بذارم. دیگه نمیمونه. میدونی چرا ویدیو تموم نشده؟ چون تو هنوز کانالو ساب نکردی. زنگوله بغلش هم بزن.